درود رفقا، من اول هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم 3 تا از ایده هایی که جدیداً مطرح شده و خیلی جذاب هستن رو با هم دیگه بررسیشون بکنیم و خب حرف دیگه ای نمیمونه، بدونش معطلی بریم سراغ ویدیو. مورد اول 2 تا کانسپت جدید یا ایده یا طراحی برای دفاعی های موقت بعدی. همونطور که میدونید این دفاعی ها اسمشون چیه؟ موقت، یا به اصطلاح فکر کنم ساختمون اصلیش کرافتینگ استیشن یا ساختمان سازه، ساختمان دفاعی، سازه دفاعی، همچین چیزیه. خب اسمش مهم نیستش. این آقا فصلیه، فاز داره. مثلا فازش که تموم شد که 3 ماه هم هستش، اون دفاعی عوض میشن، نوع یا حالت جدیدی به اون دفاعی موقت ها اضافه میشه. خب یعنی الان اگر که اون خمپار انداز سنگ پرتاب کن هست، چه میدونم اون آتیش که میندازه دورش، اینا رو من اسمشو نمیدونم واقعا، بچه‌ها دقیق نشستن اسمشو نگاه کنن. یا حالا اون یکیه که قلاب بود میکشه نیروها سمت خودش، اینا 3 ماه دیگه کامل فکر کنم حذف میشن و حالا دفاعی موقت بعدی میان توی بازی. خب و ایده‌ای که اونا طراحی کردن اولیش بمب لانچره. خب که این بمب لانچر میاد 2 سمتا، یعنی مثلا اگه دقت کنید شکلش اینه. خب بالاش یه تیکه چوبیه که 2 طرفش سر اسکلته، زیر اون سر اسکلتا یه دریه، حالا چوبی آهنی هرچی برسه لولش. خب این دره هی باز و بسته میشه، از توش یه دونه بمب، حالا چند تا بمب هی قل میخوره میاد بیرون. این بمبا توی مسیرشون که یه مسیر مستقیمه تا آخر مپ، خب اگه به نیروی برخورد بکنن دمیج وارد میکنن و دمیجشون هم خب بمبن دیگه، دمیج دست جمعی وارد میکنن. دمیجشون هم قطعا کم نیستش. چرا؟ چون این دفاعی فقط توی یه مسیر صافی میتونه این بمبا رو بفرسته. گرفتی چی شد؟ یعنی مثلا اگر این توپی که اینجاست اون دفاعی باشه، من خودم تنظیمش میکنم که چپ و راستش رو بمبا رو بفرسته. خب اگه یه نیروی از جلوش بیاد، این دفاعی هیچ دمیجی نمیتونه به اون نیرو بزنه و اون نیرو خیلی راحت میتونه این دفاعی رو از بین ببره و همونطور که شنیدید بمبا رو قیل میده، یعنی به هواییام نمیتونه دمیج بزنه، فقط به زمینی ها دمیج میزنه. این از مورد اول برای دفاعی موقت بعدی. مورد دوم برج نور، برج خورشیدی، برج پرتویی، هر اسمی بگید روش گذاشتن، حالا ما بهش میگیم برج نور. خب این برج نور بر اساس فاصله‌ای که با نیروی دشمن داره دمیجش زیاد میشه. اگه فاصلش خیلی کم باشه دمیجش هم خیلی کم میشه. هرچی فاصلش بیشتر بشه دمیجش هم بر اساس اون بیشتر میشه. نکته خوبی که وجود داره و باعث میشه که این دفاعی بیش از حد قوی نشه اینه که تک دمیجه، دونه دونه دمیج میده. یکی تارگت رو انتخاب میکنه، حالا هی دونه دونه بهش دمیج میده. خب این نیستش که مثل حالا ویزارد تاور یا خمپار انداز یا همچین چیزایی دمیج دست جمعی بده که اینجا فکر کنم نوشته باشه نوع آسیب انفجار منطقه، همون اسفلش دمیج. خب اینجوری نیستش و تک هدفه، دونه دونه دمیج میده. این خیلی نکته خوبیه که باعث میشه بازی حالا اگه این دفاعی خاص بیاد بالانسش حفظ بشه، یهو همه ترکیبا به هم نریزن. درست؟ پس اینم میتونه به احتمال خیلی زیاد جزو دفاعی های موقت بعدی باشه. مورد آخر ابیلیتی جدیدی که برای کینگ طراحیش کردن، ابیلیتی شمشیر آتشین یا حالا شمشیر جهنمی که ماشاءالله نمی خدا نتم خیلی همکاری میکنه، دمش گرم. آخه این درست خدایی. اینم از وضعیت نت این روزا، خیلی وسط اتک کلن حین بازی هی قطع و وصل میشه. حالا کاری به این نداریم. خب مطلب ویدیو مهمه، وضعی که گفتم اینجا باشه که بتونیم ویدیو رو بگیریم. درست؟ بس تصویر خیلی مهم نیستش. این به اصطلاح ابیلیتی فعاله، یعنی نیاز نیستش که شما روی کینگ کلیک کنید تا این ابیلیتی فعال بشه، خود به خود از اولی که میندازید فعال هستش. خب اگر که کینگ با استفاده از این ابیلیتی که داره به یه ساختمون دمیج بزنه، اون ساختمون افکت آتشین میگیره یا به اصطلاح افکت آتش میگیره. خب و اون افکت بین 1 تا 3 ثانیه روی اون ساختمون میمونه و قطعاً توی هر ثانیه یه دمیجی میزنه دیگه، یه مقدار دمیج وارد میکنه اون افکت. خب نکته جالبی که در مورد این ابیلیتی وجود داره اینه که اگر که اون افکت روی یه ساختمونی باشه
و اون ساختمون حالا به هر طریقه یا با خود کینگ یا با هر نیروی دیگه نابود بشه، یه موج انفجاری از خودش ساطع میکنه که اون موج انفجار محدودش تا 2.5 کاشی از اطرافه و دمیجی که میده اون موج انفجار 25% یا 1/4 جون همون ساختمونه. یعنی اگر یه ساختمون 1000 تا جونش باشه، موج انفجارش میشه چقدر؟ 250 تا دمیج. خیلی زیاده نه؟ شما فرض کنید اگر تانها رو بخوایم در نظر بگیریم که حالا توی لولی فکر کنم 10,000 تا میشه، نمیدونم، حالا فرض کنید لولش 10,000 تا جونشه، خب 1/4 یعنی 2500 تا وارد میکنه دمیج به دور اطراف. خیلی خیلی دمیج معقولیه و میتونیم باهاش ترکیبای جالبی درست کنیم. یعنی عملا کینگ خودش میتونه یه تیکه‌ای از مپو به راحتی پاکسازی کنه. الان هم هنوز میتونه، ولی با این ابیلیتی خیلی دیگه کارش راحت‌تر هم میشه. خب و این بود از مورد آخر. خب رفقا، این بود از چند تا ایده‌های جدیدی که تازگی‌ها مطرح شده بود و حالا یه سری ازش استقبال کرده بودن که به نظر خود منم اون شمشیر آتشینه خیلی ایده جالبی بود و امیدوارم که به بازی اضافه بشه. خوشحال میشم که شما هم تو کامنت ها برام بنویسید که کدوم یک از این ایده براتون جذابتر بود یا اصلا با هیچ کدومش حال نکردید. اگه تا اینجا اومدید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دمتون گرم. زنگوله بغلش هم فعال کنید که نوتیفیکیشن ویدیو براتون بیاد و حالا هر چه زودتر اگه خواستید بتونید ویدیو رو ببینید و زودتر از اخبار، از آپدیت ها، از ایده و حالا یا ترکیبا با خبر بشید. و میریم تا ویدیو بعدی. پس فعلا خدا نگهدار.